بار دیگر سلام میفرستم به بیننده بینیت گرامی رادیو زودی از دفتر مرکزی رادیو زودی در پراگ. ساعت با وقت اینجا 10:01 است و چون همیشه در همین ساعت و ثانیه ها من برای شما سرخط خبرهای روز رو میرسونم و امیدوارم که در برنامه خبری نیز همه شما از آن رو چون همیشه خواهیم دید. موضوعهای زیاد داریم برای گفتن، چه از داخل تاجیکستان و چه از خارج، و مطمئنم که ساعت 1 با وقت پراگ همه شما رو در پخش زنده خواهیم دید. اما تا اون وقت جشن وحدت رو در رشت تجلیل میکنند. رئیس جمهوری تاجیکستان امروز به وادی رشت رفته است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری هدف رو سفر کاری و اشتراک در تنتنه‌های دانه به استقبال 22مین سالگرد روز وحدت ملی گفته است. با اطلاع منبع پرزیدنت سفر خود را از نویه سنگوار آغاز کرده است و انتظار می رود که دوام هفته به منطقه‌های دیگر وادی رشت سفر کند. مراسم اصلی تجلیل از روز وحدت ملی در شهرک غرب مرکز نویه رشت دایر می شود. در گذشته سران یا نمایندگان مخالفان و افراد خدمت کرده به صلح تاجیکستان نیز به این جشن دعوت می شدند، اما سالهای اخیر رئیس جمهور آنها را با نمایندگان دولت و ساکنان این آن نویه کشور این عید را تجلیل می نمایند انیکترش و اون نمایندگان مخالفان را کمتر دعوت می کنند. اعضای حزب سیاسی تاجیکستان را از حق عضویت در کمیسیون مرکزی انتخابات محروم می کنند. مقامات تاجیکستان باور دارند که با این وسیله برخورد منفیت ها از بین می رود، ولی منتقدان می گویند اصلاح کسمتیکی چیزی را عوض نمی کند و به تصمیم گیری ها تاثیر نمی گذارد. انتظار می رود که در جلسه امروز پارلمان همین مسئله بررسی شود. خب تغییرات در حال پیشنهاد شده است که سال آینده در تاجیکستان انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی برگزار خواهد شد. تا این دم انتخابات کشور از طرف ناظرین غربی غیر شفاف و ناآزاد خوانده شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات از رئیس و معاون و 13 عضو عبارت است و بینندگان عزیز البته در برنامه امروز خبری به این موضوع ما توجه خواهیم کرد. 65% بدنش سوخت و یا 3 نفر را به جنایت وحشت‌انگیز چه تحریک داد. پزشکان میگویند اساساً پشت و دست و پای چپی اوسیای 6 ساله سوخته است و طبابت جراحت‌های او وقتی زیاد می‌طلبد. به نقل پیوندان حادثه 19 ایون و زمانی رخ داد که اوسیا با دوگانه‌هایش در نزد بنا استقامتی بازی می‌کرد. 3 نفر از دختر را به سیمتور بسته آتش زدند. همکاران ما تلاش دارند درباره متهمان به این جنایت معلومات بیشتر به دست دارند تا روشن شود که سبب دست به عمل زدن آنها در چیست. در برنامه خبری در این باره بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر صحبت خواهیم کرد. از پزشکان تاجیک می آموزند. برای نخستین بار پزشکان روس برای تجربه آموزی به نزد متخصصان تاجیک به دوشنبه آمدند. پیشتر از این جراحان تاجیک در روسیه یک عملیات پیوندسازی را انجام دادند. و دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه دعوای پدر یک سرباز را که بعد 3 سال هلاکت پسرش در گارد ملی تاجیکستان خواستار جبران مادی و معنوی شد رد نمود. شهرت تولایف سال 2016 در یک قسم نظامی در شهر دوشنبه به هلاکت رسید. مقامات دلیل مرگ او را خودکشی نامیدند، ولی نزدیکانش به آن شبهه دارند. آنها میخواهند بر اساس قانونگذاری گارد ملی و سربازی که در رابطه با مرگ شهرت محکوم شده است 260,000 سومانی جبران پرداخت نماید، ولی دادرسی پرونده این دعوا را نپذیرفته است. خب بینندگان عزیز، این تنها چند از نامگوی مطالبی بود که من برای شما گفتم و البته خبر و گزارش از این بیشتر هم هست که فکر میکنم تا 3 ساعت دیگر در اختیار ما خواهد بود و ما تلاش میکنیم که تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را به سهم شما برسونیم. فراموش نکنید ساعت 1 با وقت پراگ، ساعت 4 با وقت دوشنبه و ساعت 2 با وقت مسکو. و تا آن دم اگر شما بینندگان عزیز هر خبر و نظر و هر عکس و ویدیو اگر داشتید میتونید در اختیار رادیو آزادی بگذارید و ما نیز کوشش میکنیم که تفصیلات اون موادی که برای ما میفرستید پیدا کنیم. با امید همکاری بیشتر و با امید دیدن هر یک شما در پخش مستقیم بینندگان عزیز و با سپاس از یک شما، من شما رو بعد از 3 ساعت دیگر بازم منتظر میشم. تا اون دم روز خوب داشته باشید.